وارد صفحه رجیستر میشید و از اینجا میتونید ثبت نام خودتون رو انجام بدید. در قسمت اول ایمیل آدرس خودتون رو وارد بکنید و بعد از اون در قسمت دوم روی گت کد کلیک بکنید و یک کد به ایمیل شما ارسال میشه. اون کد رو توی قسمت دوم وارد بکنید و توی قسمت سوم پسورد خودتون رو وارد بکنید. در قسمت آخری هم اینوایت کد من قرار میگیره و بعد از اون روی رجیستر کلیک بکنید و ثبت نامتون رو داخل این سایت انجام بدید. من از قبل حساب داشتم و وارد اکانت خودم میشم. خب همونطور که میبینید با موفقیت وارد اکانت خودم شدم و از همینجا میتونم استارت درآمدزایی رو بزنم. در صفحه هوم یک سری از اطلاعات رو براتون قرار داده، از جمله بخش‌های راهنمایی، دیلی ماینینگ که میتونید هر روز بونوس رایگان دریافت بکنید و همونطور که میبینید به همین صورت پاداش خودم رو دریافت کردم. و از بخش اینوایت فرندز هم میتونید دوستان خودتون رو به این سایت دعوت بکنید و از طریقش سود رفرال دریافت بکنید که واقعا عالیه این بخش هم و میتونید یه درآمد عالی رو برای خودتون داشته باشید. خب بک میزنیم، وارد بخش پروفایل میشیم و از اینجا میخوایم درآمد خودمون رو داشته باشیم. همونطور که میبینید موجودی فعلی من $20 و قبل از اینکه بریم سراغ درآمدزایی وارد بخش ریچارج میشم و میخوایم سرمایه گذاری خودمون رو انجام بدیم. من اینجا آدرس رو کپی میکنم و میخوایم $100 رو به این آدرس واریز بکنیم. روی سند کلیک میکنم، پیست میکنم آدرس رو، روی نکست کلیک میکنم، اینجا $100 رو وارد میکنم و روی سند کلیک میکنم و توی این قسمت کانفرم رو میزنم، پسورد خودم رو وارد میکنم و بعد از اینکه پسورد خودم رو وارد کردم روی کانفرم کلیک میکنم تا برای من انجام بشه. خب همونطور که میبینید با موفقیت انجام شد و $100 رو واریز کردیم. رفرش میزنم و همونطور که میبینید $100 رو از این آدرس به این آدرس واریز کردیم. وارد سایت میشم، با همدیگه یه رفرش میزنیم و همونطور که میبینید موجودی من به $120 تغییر کرد و از همینجا میتونم استارت درآمدزایی رو بزنم. وارد بخش ترانزکشن میشم. همونطور که میبینید الان روی بیت کوین هستیم. اینجا تایمش رو روی 5 دقیقه قرار داده، من روی 1 دقیقه قرار میدم و با استفاده از گروه سیگنال میتونیم از این سایت درآمد داشته باشیم. لینک گروه سیگنال رو هم توی کامنت ها براتون پین میکنم و همونطور که میبینید سیگنال ها در حال ارسال شدن هست. فعلا داره سیگنال رنگ ها رو برای ما ارسال میکنه. من وارد سایت میشم، اینجا روی گزینه 3 نقطه میزنم و از این قسمت اتریوم رو انتخاب میکنم. دوباره روی 1 دقیقه قرار میدم و از سیگنالش میخوام استفاده بکنم. خب همونطور که میبینید سیگنال جدید قرار گرفت، گفته قرمز رو انتخاب بکن. وارد سایت میشم، روی گزینه بای کلیک میکنم و رد رو انتخاب میکنم و $5 رو میذارم. روی کانفرم کلیک میکنم و روی ترید کلیک میکنم تا برای من تایید بشه و همونطور که میبینید موجودی من به $115 تغییر کرد. 20 ثانیه باقی مونده تا با هم دیگه نتیجهش رو ببینیم. خب تایم به اتمام رسید. همونطور که میبینید قرمز در اومد و موجودی من به $125 تغییر کرد. وارد گروه تلگرامی میشم و همونطور که میبینید وین شد و سیگنال بعدی قرار گرفت. گفته قرمز رو انتخاب بکن. وارد سایت میشم، روی بای کلیک میکنم، رد رو انتخاب میکنم و $1 رو میذارم. کانفرم رو میزنم و روی ترید کلیک میکنم تا برای من تایید بشه. منتظر میمونم تا تایم به اتمام برسه و بعد از اون نتیجهش رو با هم دیگه ببینیم. خب تایم به اتمام رسید. همونطور که میبینید این دور سبز در اومد و ما $1 خودمون رو از دست دادیم. برمیگردم به گروه سیگنال و منتظر سیگنال جدید میمونم. خب همونطور که میبینید این دور گفته سبز رو انتخاب بکن. وارد سایت میشم، روی بای کلیک میکنم، گرین رو انتخاب میکنم و $2 رو میذارم. کانفرم رو میزنم و روی ترید کلیک میکنم تا برای من تایید بشه. 30 ثانیه دیگه باقی مونده. منتظر میمونم تا تایم به اتمام برسه و بعد از اون با هم دیگه نتیجهش رو ببینیم. خب تایم به اتمام رسید و همونطور که میبینید این دور رو هم باختیم. وارد گروه سیگنال میشم و همونطور که میبینید سیگنال جدید قرار گرفت. گفته قرمز رو انتخاب بکن. برمیگردم به سایت، روی بای کلیک میکنم و رد رو انتخاب میکنم و $5 رو میذارم. کانفرم رو میزنم و روی ترید کلیک میکنم تا برای من تایید بشه و بعد از اون با هم دیگه نتیجهش رو میبینیم. خب تایم به اتمام رسید و همطور که میبینید این دور سبز در اومد و ما $5 خودمون رو دوباره باختیم. برمیگردم به گروه سیگنال و منتظر سیگنالی جدید میمونیم. میبینید که این دور گفته سبز رو انتخاب بکن. برمیگردم به سایت، دوباره روی بای کلیک میکنم، گرین رو انتخاب میکنم و $12 رو میذارم. کانفرم رو میزنم و روی ترید کلیک میکنم تا برای من تایید بشه و بعد از اون نتیجهش رو با هم دیگه ببینیم. خب همونطور که میبینید تایم به اتمام رسید و این دور سبز در اومد و ما این دور رو بردیم و موجودی ما به $128 تغییر کرد. برمیگردم به گروه سیگنال و همونطور که میبینید وین شد و این دور رو بردیم.
سیگنال بعدی قرار گرفت، گفته سبز رو انتخاب بکن. برمیگردم به سایت، روی بای کلیک میکنم، گرین رو انتخاب میکنم و $2 رو میذارم. کانفرم رو میزنم و روی ترید کلیک میکنم و منتظر میمونم تا تایم به اتمام برسه و بعد از اون نتیجهش رو با هم دیگه ببینیم. خب تایم به اتمام رسید و همونطور که میبینید این دور قرمز در اومد و ما موجودی خودمون رو از دست دادیم. برمیگردم به گروه سیگنال و منتظر سیگنال جدید میمونیم. گفته قرمز رو انتخاب بکن. برمیگردم به سایت، روی بای کلیک میکنم و رد رو انتخاب میکنم. $5 رو میذارم، کانفرم رو میزنم و روی ترید کلیک میکنم تا برای من تایید بشه. خب تایم به اتمام رسید و همطور که میبینید این دور هم قرمز در اومد و این دور رو هم بردیم و موجودی ما به $131 تغییر کرد و به همین راحتی تونستیم توی همین چند دقیقه از $120 به $130 برسیم و فقط کافیه که طبق سیگنال ها پیش برید و بعضی اوقات اگه خطاهاش بالا رفت میتونید برعکس اون چیزی که گفته عمل بکنید و درآمدتون رو داشته باشید. خب همونطور که دیدید توی همین چند دقیقه تونستیم یه درآمد عالی رو برای خودمون به دست بیاریم و همونطور که گفتم بدون طمع پیش برید تا بتونید مثل سایت کوین وید از این سایت هم درآمد داشته باشید و بتونید یه درآمدزایی عالی رو برای خودتون رقم بزنید. برداشتی رو هم میذاریم برای ویدیوهای آینده، چون که میخوام موجودی خودم رو به 200 یا $300 برسونم و بعد از اون با هم دیگه برداشتی رو بزنیم. خب اگر از این ویدیو خوشتون اومد حتما